داستان معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من در مکه بودم که جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد برخیز. برخاستم و کنار در رفتم. ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا دیدم. جبرئیل مرکبی به نام براق نزد من آورد و گفت: سوار شو. بر براق سوار شدم و از مکه بیرون رفتم. به بیت المقدس رسیدم. هنگامی که به بیت المقدس رسیدم، فرشتگان از آسمان نزد من به زمین آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت ارجمند در پیشگاه خداوند مژده دادند. آنگاه در بیت المقدس نماز خواندم. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای ندایی شیعه در خدمت شما هستیم. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد لطفاً کانال ندایی شیعه را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید و همچنان برای ویدیوهای بیشتر ویدیوهای ما لایک کنید و خود را با جهان بیشتر آشنا بسازید. یکی از معجزات علمی و عملی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که به تصریح قرآن کریم در سایه عبودیت آن حضرت رخ داده معراج است که در اولین آیه سوره اسراء و یا آیات 8 تا 18 سوره نجم میتوان اشاراتی در این باره آن مشاهده کرد. آغاز ماجرا در سوره اسراء چنین آمده است: پاک و منزه از خدایی که بنده‌اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد که گرداگردش را پر برکت ساختیم تا نشانهای خود را به او نشان دهیم. او شنوا و بیناست. البته آن گونه که از روایات برمی آید معراج ضمن 2 مرحله انجام شده است. در مرحله اول همان گونه که در آیه فوق مشاهده کردیم، ایشان را شبانه از مسجد الحرام تا به مسجد الاقصی سیر می‌دهند و پس از آن تا آسمان هفتم و تا جایی صعود می‌کند که احدی جز خداوند تعالی حضور نداشته است و تمام این ماجرا در بیداری بوده و بنا به نظر اکثر علمای شیعه با همین بدن جسمانی اتفاق افتاده و نه در خواب یا با روح، زیرا معراج صرفاً روحانی فضیلت چندانی را برای ایشان اثبات نمی کند و چنان عظمتی را که در مورد تأکید و روایت است بر نمی تابد. مرحله دوم معراج در سوره نجم چنین توصیف شده است: سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج نزدیکتر شد تا آنکه فاصله او با مقام قرب خاص خدا به اندازه طول 2 کمان یا کمتر بود. در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده‌اش وحی کرد. آنچه را دید انکار نکرد. آیا با او درباره آنچه دید مجادله و ستیز می‌کنید؟ و بار دیگر او را نزدیک سدرة المنتهی که بهشت جاویدان در آنجا است دیده است. در آن هنگام که چیزی شکوه و نور خیره کننده سدرة المنتهی را پوشانیده بود، چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. آنچه را دید واقعیت بود. او در شب معراج برخی نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید. زمان اول معراج را بهتر از 9 ماه یا 2 سال پیش از ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بدانیم، زیرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روزی در جواب یکی از همسران خود که از شدت محبت به فرزندانشان گله کرده بودند، تشکیل نطفه ایشان را در آسمان و شب معراج خواندند. مکان آن نیز خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها، خانه ام هانی خواهر حضرت علی علیه السلام و مسجد الحرام در کنار کعبه گفته شده است. آنگونه که از ظاهر روایات برمی آید، احتمالاً معراج بیش از 2 مرتبه و طی دفعات متعدد اتفاق افتاده که یکی از آنها بسیار شاخص و معروف شده که گفته شده است این معراج در شب 17 ماه رمضان سال 10 بعثت اتفاق افتاده است. مشاهدات زمینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: با توجه به آنکه معراج در نوبت‌های متعددی انجام شده و در هر کدام این سفرها پیامبر صلی الله مشاهدات متفاوتی داشتند، لذا در هر فرصتی که پیش می آید به فراخور شرایط صحنه‌ای که از آن ماجراها را برای اصحاب و اطرافیان خویش ترسیم و تصویر می‌کردند. حضرت محمد صلی الله در خانه ام هانی برای نخستین بار راز سفر خود را با دختر عمویش ام هانی در میان گذاشت. سپس هنگامی که روز آغاز گشت، قریش و مردم مکه را از این جریان باخبر ساخت. داستان معراج و فضانوردی شگفت انگیز پیامبر صلی الله را در این مدت کوتاه که به نظر قریش امری ناممکن بود همه جا پخش شد. سران قریش بیش از پیش بر محمد صلی الله خشم گرفتند و بنابر عادات همیشگی خود به تکذیب او برخاستند
از ایشان خواستند که وضع ظاهری ساختمان بیت المقدس را بیان کنند. آنان گفتند کسانی که در مکه هستند که بیت المقدس را دیده‌اند، اگر راست میگویی آنجا را تشریح کن تا ما تو را در این خبر شگفت انگیز تصدیق کنیم. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وضع ظاهری ساختمان بیت المقدس را برای آنان بازگو کرد. افزون بر آن حوادثی را که در میانه راه مکه و بیت المقدس و هنگام بازگشت از معراج رخ داده بود بیان کرد. ایشان گفت در میان راه به کاروان فلان قبیله برخوردم که شتری از آنها گم شده بود. در میان اساسی آنان ظرف آبی بود که من از آن نوشیدم، سپس آن را پوشاندم. در جای دیگر به گروهی برخوردم که شتری از آنها رمیده و دست آن شکسته بود. قریش گفتند از کاروان قریش خبر ده. پیامبر فرمود آنان را در تنعیم در ابتدای حرم دیدم که شتری خاکستری رنگ در پیشاپیش آنان حرکت میکرد. آنان کجاوه‌ای روی شتر گذاشته بودند و اکنون به شهر مکه وارد میشوند. قریش از این خبرهای قطعی سخت ناراحت شدند و گفتند اکنون صدق و کذب گفتار او برای ما آشکار می شود. همه انتظار می کشیدند که کاروان چه زمانی وارد شهر می شود. ناگهان پیشگامان کاروان وارد شهر شدند. اهل کاروان شرح قضیه را همان گونه که رسول خدا صلی الله باز گفته بودند تصدیق کردند. معراج از زبان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من در مکه بودم که جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد برخیز. برخاستم و کنار در رفتم. ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا دیدم. جبرئیل مرکبی به نام براق نزد من آورد و گفت سوار شو. بر براق سوار شدم و از مکه بیرون رفتم و بیت المقدس رسیدم. هنگامی که به بیت المقدس رسیدم فرشتگان از آسمان نزد من به زمین آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت ارجمند در پیشگاه خداوند مژده دادند. آنگاه در بیت المقدس نماز خواندم. در روایت دیگر آمده است که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ابراهیم خلیل علیه السلام به همراه گروهی از پیامبران پیش من آمدند و مرا بشارت دادند. سپس موسی و عیسی علیه السلام آمدند. پس از آن جبرئیل دستم را گرفت و مرا بالای صخره سنگی در بیت المقدس برد و برای آنان نشاند. ناگاه ماجرای معراج را پیش خود دیدم که مانند آن را در شکوه و جلال هرگز ندیده بودم. از آنجا به آسمان دنیا یعنی آسمان اول صعود کردم. آنان به من سلام می کردند. سپس جبرئیل علیه السلام مرا به آسمان ششم برد. در آنجا انبوی آفریدگان و کروبیان یعنی فرشتگان و ارواح را دیدم. سپس همراه جبرئیل به آسمان هفتم صعود کردم. در آنجا با آفریدگان خدا و فرشتگان بسیار دیدار کردم. موعود علیه السلام در معراج. اصلی ترین مشاهده پیامبر اعظم صلی الله در شب معراج را باید شهود انوار مقدسه ائمه علیه السلام بدانیم که اصحاب متعددی روایت ظاهر را مشابه آن را از آن حضرت نقل کرده‌اند. همانطور که خواهیم دید در میان 12 امام حضرت مهدی علیه السلام جایگاه ویژه و ممتاز دارند و ضمن این روایات نقل شده حضرت رسول خدا صلی الله فرمود همانا خدای عزوجل در آن شب که به گردش شبانه برده شدم معراج به معنای فرمود ای محمد چه کسی را در میان امتت به جای خود گذاشتی؟ در حالی که خدا خود بدان آگاه تر بود عرض کردم پروردگارا برادران را. فرمود ای محمد علی ابن ابی طالب را؟ عرض کردم بله ای خدای من. فرمود ای محمد من ابتدا از مقام ربوبیت نظری بر زمین افکندم و تو را از آن اختیار کردم. هیچگاه یادی از من نمی شود مگر اینکه تو نیز با من یاد کرده شوی. من خود محمودم و تو محمد. سپس نظری دیگر بر زمین افکندم و از آن علی ابن ابی طالب را برگزیدم. پس تو سرور پیامبران و علی از نامهای من است و علی مشتق آن نام اوست. ای محمد من علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان را از یک نور آفریدم. سپس ولایت ایشان را بر فرشتگان عرضه داشتم. هر که آن را پذیرفت از مقربین گردید و هر که را آن را رد نمود به کافران پیوست. ای محمد اگر بنده ای از بندگانم مرا چنان پرستش کنند تا رشته های حیاتش از هم بگسلد و پس از آن در حالی که منکر ولایت آنان است با من روبرو شود او را در آتش دوزخ خواهم افکند. سپس فرمود
ای محمد، آیا مایلی آنها را ببینی؟ عرض کردم بله. فرمود قدمی پیش گذار. من قدمی جلو نهادم. ناگاه دیدم علی ابن ابی طالب و حسن ابن حسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی آنجا بودند و حجت قائم همانند ستاره درخشان در میان آنان بود. سپس عرض کردم پروردگار من، اینان چه کسانی هستند؟ فرمود اینان امامان هستند و این یک نیز قائم است که حلال کننده حلال من و حرام دارنده حلال من است و از دشمنان من انتقام خواهد گرفت. ای محمد، او را دوست بدار که من او را دوست می‌دارم و هر کس که او را دوست بدارد نیز دوست می‌دارم. بله، این بود ویدیوی امروز ما. برای ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بیشتر ما آگاه شوید. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در کامنت بنویسید.